هر چی که بتونی تو این دایره جا بدی من پولشو میدم. واقعا؟ آره میبینم با 2 پلی استیشن شروع کردی. آره؟ دیگه چی میخوای؟ این چیز خفنیه ولی واسه خودم نیست. این دایناسوره؟ آره واسه مریض میخوام. باشه. قبل اینکه بازم چیز جمع کنم باید یه امتحانی میبینم داری عمودی میچینی. نخوری به نوار قرمزت. داش حواست باشه به خط بخوری باختی تموم شده رفته. باشه. آفرین. چندلر انتخاب با خودته. میتونی به همینا رضایت بدی یا میتونی بازم اضافه کنی. اضافه میکنم. یه نینتندو بسه؟ آره. 2 بهتره. خوبه. بازم میخوای؟ آره از قدیم گفتن تا 4 نشه بازی نشه. اسکیت حالا اینقدر بامزه شده. مطمئنی میتونی تو دایره جاشون بدی؟ آره. احتمالاً باید یکم جابجاشون کنی. خب پس برو بریم. به نظر چندلر دیگه چی بخره خوبه؟ این تلویزیون رو بخره خوبه؟ آره. باید بخریش. خب چندلر جان این طرفش که پره اون طرفش هنوز جا هست؟ آره بابا تا دلت بخواد جا هست. مفت باشه کوف اگه باشه. هر کدومشون بخورن به این خط قرمزه باید همه رو بذاره سر جاش. بفرمایینم شما بزن. آفرین.